تلقی میکنند این در جای جای دنیا هم همینطوره. همیشه مرد یک موجود استاندارد به حساب میاد و زن واریاسونی از اون هست و زن یک نقیصی از مرد به حساب میاد، در صورتی که همه ما میدونیم اینطور نیست. ما صحبت نمی کنیم از فیزیک و فیزیولوژی انسانی، همه ما میدونیم که مردها از لحاظ بدنی از ما قوی تر هستن و هیچ زنی این رو منکر نیست. ما صحبت میکنیم از حقوق انسانی. من با شما در مورد تاریخ افغانستان صحبت خواهم کرد به مختصر، اونقدر که زمان به ما اجازه بده. همونطور که میدونیم زنها سرمایه انسانی بالقوه هستند و نیمی از افراد یک جامعه رو بر تشکیل میدن که متاسفانه در افغانستان نادیده گرفته میشه. اگر که از زمانی که تاریخ نوشته شده ما داریم در نظر بگیریم زندگی انسانها رو، اون موقع انسانها زندگی اشتراکی داشتن، کارها بر اساس قدرت بدنی تقسیم